سلام به شما. امروز سراغ مجموعه از منابع رفتیم که درگیری پرسر و صدای بین دو چهره بسیار قدرتمند و جنجالی رو بررسی میکنن. دونالد ترامپ و ایلان ماسک. میخوایم ببینیم این رویارویی اصلا از کجا شروع شد، چه پیچ و خم‌هایی داشته و چرا مهمه که بهش توجه کنیم. بله، این فقط یه دعوای رسانه‌ای ساده نیست. میدونید پای میلیاردها دلار وسطه. قراردادهای حیاتی دولتی برای شرکت‌هایی مثل اسپیس اکس و تسلا و حتی آینده بخش‌هایی از تکنولوژی. نکته جالب اینه که این دو نفر زمانی نچندان دور روابط خیلی نزدیکی داشتن. بله، واقعا جالبه. اگه یادتون باشه سال 2016 بعد از پیروزی ترامپ، ماسک حتی عضو شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید شد. اما خب این ماه عسل خیلی کوتاه بود. خیلی کوتاه. خروج ترامپ از توافق آب و هوایی پاریس که خب یه سیگنال واضح علیه اولویت‌های زیست محیطی بود و به نوعی علیه صنعت انرژی پاک. بله. و بعدش هم اون کاهش معاویت‌های مالیاتی خودروهای برقی که خب مستقیما به کسب و کار اصلی تسلا ضربه میزد. اینا اولین جرقه‌های جدی اختلاف بودن. درسته. و استعفای ماسک از اون شورا هم به نظرم نقطه عطفی بود تو این جدایی. و البته خرید توییتر توسط ماسک تو سال 2022 و اون تغییراتش. آها، اون دیگه انگار بنزین بود که ریخت رو آتیش زیر خاکستر. درگیری‌ها علنی‌تر و شدیدتر شد. دقیقاً. بیایید یه نگاهی به اوج این تنش‌ها بندازیم. یکی از موارد کلیدی انتقاد خیلی تند ماسک از طرح مالیاتی دوران ترامپ بود. بله، یادمه. ماسک میگفت این طرح نه تنها ناکارآمده، بلکه به ضرر طبقه متوسطه است و مانعی برای توسعه انرژی‌های پاکه. که خب این نشون میداد چطور سیاست‌های کلان میتونن مستقیما منافع تجاری و شاید حتی ایدئولوژیک این غول‌های فناوری رو هدف بگیرند. بعدم ماجرای اون پست خیلی جنجالی ماسک تو توییتر، یعنی ایکس فعلی. بله. که با یه میم خیلی کنایه آمیز و تحریک کننده به احتمال ارتباط اسم ترامپ با پرونده بدنام جفری اپستین اشاره می‌کرد. صرف نظر از اینکه واقعیت چی بود، نفس این اشاره تو اون فضا خیلی سنگین بود. خیلی. خب ترامپ هم طبیعتاً ساکت نموند، واکنش نشون داد، ماسک رو با عباراتی مثل روانی خطاب کرد و از اون مهمتر تهدید به لغو قراردادهای دولتی. دقیقاً. تهدید به بازنگری و لغو قراردادهای اسپیس ایکس و تسلا. این تهدیدها واقعاً چقدر جدی بودن؟ ببینید این تهدیدها اصلاً شوخی نبودن. اسپیس ایکس الان خب ستون فقرات برنامه‌های فضایی آمریکاست. پرتاب‌های ناسا، ماهواره‌های نظامی، جاسوسی، همه اینها. پس تهدید به لغو این قراردادها فقط یه فشار اقتصادی نبود. مستقیما امنیت ملی و برنامه‌های فضایی آمریکا را هدف گرفته بود. میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و منافع استراتژیک وسط بود. پس تبعات فوری هم داشت؟ بله، تو همون دوره بود که سهام تسلا یه افت قابل توجه حدود 15% داشت. شایعاتی هم بود که پنتاگون داره قراردادهای استارلینک، همون اینترنت ماهواره‌ای اسپیس ایکس رو دقیق تر بررسی میکنه. عجب. ماسک هم در مقابل موضع گرفت؟ بله، موضع سختی هم گرفت. یه جورایی تهدید کرد که اگر این دخالت‌های سیاسی ادامه پیدا کنه، ممکنه خدمات استارلینک به پروژه‌های ناسا رو قطع کنه. یعنی یه جنگ قدرت تمام عیار که میدان نبردش دیگه فقط زمین نبود، به فضا کشیده شده بود. دقیقاً. با ابزارهایی که پیشرفته ترین فناوری‌های روز بودن. اما اخیراً یه چرخش‌هایی هم دیدیم، نه؟ انگار یکم فضا آرومتر شده. بله، یه چرخش خیلی غیر منتظره. ترامپ توی مصاحبه گفت اگه دوباره انتخاب بشه شاید از فناوری استارلینک استفاده کنه. و واکنش ماسک چی بود؟ ماسک هم در جواب ویدیوی اون مصاحبه تو ایکس فقط یه ایموجی قلب گذاشت. یه دیپلماسی با ایموجی؟ خیلی جالبه. یه حرکت خیلی عجیب تو اون فضای پرتنش بود واقعا. اما با وجود این تحلیلگرا میگن تنشن‌های اصلی هنوز پابرجاست. درسته؟ منافع اقتصادی و سیاسیشون خیلی در هم تنیده شده و خب هیچ کدوم هم به کوتاه اومدن معروف نیستن.
دقیقاً همینطوره. حالا چرا این داستان پرپیچ و خم برای شمایی که دارید گوش میدید مهمه؟ چون ببینید تصمیمات، توافقها و حتی دعواهای افرادی در این سطح از قدرت و نفوذ مستقیما رو جنبه‌های مختلف زندگی روزمره ما اثر میذاره. از چی مثلا؟ از قیمت نهایی یه خودروی برقی که شاید تو فکر خریدش باشید، یا هزینه و اصلا دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای تو مناطق دورافتاده، گرفته تا بودجه‌های کلان دفاعی و نظامی و حتی سرعت و مسیر آینده اکتشافات فضایی، همه اینها. و این ماجرا خیلی خوب نشون میده که چطور تو دنیای امروز مرز بین سیاست، بیزنس‌های بزرگ، فناوری و حتی رقابت‌ها و کینه‌های شخصی خیلی کمرنگ شده. می‌بینیم که چطور یه توییت ساده یا یه تصمیم تجاری میتونه بازارهای مالی رو تکون بده، قراردادهای استراتژیک رو به خطر بندازه و بحث‌های عمومی رو برای هفته‌ها هدایت کنه. دقیقاً. و شاید نکته‌ای که خوب آخرش بهش فکر کنید اینه: وقتی این حجم از قدرت اقتصادی، نفوذ سیاسی و تریبون‌های رسانه‌ای جهانی اینجوری تو دست تعداد خیلی محدود آدم متمرکز میشه، چه پیامدهایی میتونه برای سلامت دموکراسی داشته باشه، برای رقابت آزاد، برای ثبات جهانی؟ این سوالیه که به نظرم تحلیل این منابع و اتفاقای مشابه پیش روی ما میذاره. و کرده باشه تا لایه‌های مختلف این نبرد قدرت و اهمیتش رو بهتر درک کنید.